درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. بازم مثل همیشه فری بازنده میشه. چطور پوریا؟ حتی مثل همیشه که تو همیشه میبازی پوریا پوتک، ولی اوکی. قبول دارم. ببین آخه امروز من ترانتوله آوردم امروز و من نقطه ضعف‌های تو رو بعد از این همه ویدیو فهمیدم. بچا فری سایلنت دو تا نقطه ضعف داره. عزیز محمدی آیسان اسلامی. تموم شد. آی نه. ناله کن کونکش. نگو که کل ویدیو آیسان و عزیز محمدیه. نه بابا کامل آیسان ورژنه. یعنی ترانتوله آیسان ورژن. آقا من همین حالا باخت و اعلام. حالا اگه به بازی من ویدیو تموم شد من دیگه نیستم. اوترو منو کلا باید تو بگی. کلا ادای منو باید بگی. آره. همه چی رو باید من بگم. آره. اگه من ببازم اوترو خودم میگم. ایوه دمت گرم. اوکی. نامردی بود ولی قبول. لایک و کامنت و سابسکرایب نره، بریم ویدیو رو ببینیم. بری آماده ای عزیزم؟ برو بریم. میگه تو شبیه داریوش افتادی، من شبیه گوگوش. حاجی نمان برای خواب معصومانه عشق حاجی باید خواهر لامبورگینی رو بکاری. ناله کن این ناله کن کشاش خیلی سخته. خداست. ببین خوبیش اینه که من حداقل یک بار دیدم ویدیوهایی که قرارداد میبینیم، ولی خب اگه خیلی سم باشه دیگه اصلا ربطی نداره. اصلا بگو بار دهم. الان همه چی ریلکس. وقتی میگی منو نمیگیره. آقا کسالت رو با 3 سات میمیسم یا با 3 سخت. سه خط کجا میاری؟ من دیگه اشتباه میمیسم. من مادر نداشتم تا سوم راهنمایی بیشتر نخوندم. خب خدا مگه میشه آخر شروع نشده بود ویدیو؟ فهمیدی؟ بعد نگیم ما اشتباه نمیشتیم. من دیگه خودم میمیسم بره دیگه حالا کسالت با 3 سات باشه با یا 3 6 دندونه چه فرقی داره؟ دیروز نمیدونم چه کلمه نوشتم 3 6 دندونه اسم غریب نمیدونم، باقی 2 دندونه با 2 خط بود. قی 2 دندونه باقی 1 نقطه. قی 2 دندونه مگه میشه؟ منظور لپه کلام من متوجه میشین دیگه نمیشه مگه؟ بله میشی. خب دیگه چی در میاری پس؟ قاطی کرد. آقا یکی خیلی خوبه. یکی عقبی بریم جوری که پسرها به هم ابراز محبت میکنن. جان من دیگه بخندم. حاجی میخوام به خدا دولتو بوس بکنم. جان حاجی دولت در بیار بیا جلوی مردم دولت بکن جان من. حاجی این حاجی رو خیلی اذیت میکنه ولی حاجی عاشقشه. آره یعنی جونش در میره برای آیسان. 100%. یعنی اینقدر محبت داره بهش. بود جای غدیر بودم حاجی. از سنی که دنیا اومد زمینای پدرش فروخت تا 50 سالگی. 50 سالگی به بعدم پسرش پولدار شد هواشو داره. ای قدیر گیر تو را باید در الکل نگه داشت برای نمونه برداری. چقدر دنیا بکرده این پدر قشنگ من. پاپایی اون پدر یک روز در زندگی کار نکرده، فقط خورده خوابیده. الهی فدای تو بشم من. پدر جان منم دیگه این پول چاپ کنی که دارم جوهرش داره تموم میشه. بابا جون باید برم بدم پول در بیارم. بابا خسته کردی منو قدیر. قیدی منو پدر. گاییدی منو آیسان. خسته شدم اینقدر سانسور کردم. اصلا هنسری بزنید بچه‌ها بدون سانسور ببینید بهتون بچسبه ویدیو. ولم کن. مگه برعکس پدر پسری همه جا از پایین میره به بالا، این نه همه از بالا میاد پایین. بابا جان من نمیدونم چه التیماتوم طولانی هنوز هست. چرا خیلی پایین میره به سمت بالا. بخور قدیر جان بخور حال کن. به کیر بکش مایه ها رو. پسرت اینجا داره سخت کار میکنه. با یه دقیقه بازش کن پوریا. تو خیلی نقطه ضعفت آیسان هاشی. من فکر کنم تو شیشه کلی بخندی. وای میتونی بخندی الان میتونی. یادش رفت استاپ کردی. وای گوش کن وضعیت داره سرویس میشه. وضعیت هر روز من دنبال جورابا. اوکی. وای پلنگ صورتی گذاشته روش. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی خونه مخالفه نمیاد که
این زیاد چیز نبود. وای آره خدا رو شو گفتم الان یه چیزی میگه بترکم ولی خدا رو شو نگفت. آهنگ سوپر هم میدونستی داریم؟ از اول که شروع میکنی خدا باشید کی بیاد مادرتو گاییدم باب تکش. آقا نخند دیگه تو هم نباید بخند. نه دیگه الان 2-0 داریم. تری تو بخندی من خودم کنترل کنم. اوکی باخته تو تا آخر تو هم باید تا آخر ویدیو صبر کنی. باشه چه اوتروی بعدش میتونی پاس کنی. قبوله بریم. بچه‌ها بعد تمرین هم هستش چون ما اگه خدا بخواد تا 2 ماه آینده میریم تو اردو که بعدش بتونیم برای سهمیه المپیک. چطور یه کشتگی نبودم اینجوری توضیح بدم کیرم تو این شانسه. ما بعد که سهمیه رو بگیریم به لطف پروردگار و دعای خیر مردم سعی میکنیم که بهترین عنوان رو برای این مردم بیاریم. حالا اگه من بودم اینجور صحبت نمیکردم. بابا نشستیم تو خونه بابا کونده دعای چیزی با خارمون گاییده شد. این چه زندگی کیریه. آقایون چیزی بهتون میدن نه واقعا کیرم تو درن آقایون. خسته کردم ما رو اصلا کسکیشا. خب شما چرا چیزی نمیگین؟ چون ما بگیم خدا نکرده ما رو با گونی باید بگیرن ببرن بعدم. خب آشنا نرین شما رو در بیرن نه اونا هم میبرن. تو آره خار کده تو هم میبرن کسکش. وقتی مستم و تصمیم میگیرم دیگه عرق نخورم. عرق خوری دیگه تعطیل. بخوام سالم زندگی بکنم. برداشت این قشنگ منم. داداشی فقط میخوام یه دونه پیک بزنم خب که در حال و هوای من بهتر بشه. وای آقا اگه تونستم این جیگرم رو قانع کنم که هم با من باشه هم من دوست دختر داشته باشم احتمالاً خدا بخواد حامله برمیگرده اروپا. این قلو بچه ها بدیم قلو بچه ها بزن قدیرش بزن جان قدیر بزن جان قدیر گفتم بزن بیاموزه اگه قبول کردی زوری با لقای مصنوعی ولی میگه با لقای مصنوعی وای 2-1 وای خوب شد تموم شد. لقاح مصنوعی چیه دیگه؟ یعنی خودش هم نمیکنه. نمیدونم چی میشه. یعنی آبشو مثلا نمیدونم یه چیز غریبیه. آبشو مثلا آره بعدی تعهد نو تعهد کس خاله تعهد دادا. هر شب با یکی هم حال میکنم برای خودم تک و تنها بتاز کسکش که دور توه. وقتی داری دعا میکنی یهو همه چی یادت میره. ای پروردگار بزرگ آن چیزی که صلاح من و عقاب سرسفید و یه بار دیگه ای پروردگار بزرگ آقا من مدل خودم بگم خدا جان اون چیزی که صلاح ماست خارگوسه رو بده انجام بده نه اون چیزی که خیلی دل ماست. بابا مگه میشه آخه اینا چرا باید این بلا سر من بیاد؟ آقا چرا نگفتی قبل ویدیو؟ من یه ذره ویدیوهاشو میشستم میدیدم. نه همین که یادت میره. آختی آجی 3-1 بعدی ادیاتش میاد. پوریا بریون جایگزین خوب برای مرغ بریون. تنوری یاوت شد داغ همین الان چیز دادم. شما فقط درگیر کسی ناجی میدونم دیگه اصلا من دارم اونجا با خواهی باقر صحبت میکنم الان. بزنید بچه‌ها بزنید ادامه بدین همون فرمان خودتون رو برید با ولش کن. حاجی دختره رو نفهم چه فوش پزشکی دادی پزشکاشون خارگوستا اینا نمیگن میگن نفهمی نفهمه کوی ازگل. آی خدا یه روز خیلی خوبه آفتاب نگاه کنین بتاب به من کون کش که دور منه. خواهر آسمون و خورشید و ماه و فلک همه رو گاهیدم. همه جهان گاهیدن. اولش من گفتم آفتاب بتاز بعد من گفت خار و مادر آفتاب آسمون 3-2 پوریا پوتک. دختر شاه باشه. واه چه گنگ. آقای آیسی ازدواج کنه بچه دار شه یه پسر اون عقب صندلی وای نه بابایی کون کش وای بعد خانوممون بعد یه هاش نه نزد تو کسوشر نگو خانوم خندیدی یا رفت زیر صندلی
آجی من اینو 30 بار دیدم، هر سری هم همینجوری خنده. میدونستم کدومه، همونی هست که تیشرت رضا پیشرو رو پوشید. آره اولش هم گفت نه میدونستم خدیج. همه پسرها و بچه‌ها کون دوست دارن، این شما یادتون نره. هر پسری که میگه من کون دوست ندارم خودش کونه. این یادتون باشه. میخوایم ببینین طرف اب داره یا نه، سوال کن بگو کون دوست داره یا نه. گفت که یعنی که این برمیگرده به نقلدانش. گرفتی چی شد؟ شجر نقلدان حداقل 3-4 بار فتبا خورده در راه چی؟ نقلدان چیه؟ 52 ثانیه از ویدیو مونده. برو شعرها رو دوستان. مثلا همه میتونم این شعرم بگم. مثلا ای که پایت شکسته است. بایستا پایت شکسته است. چی مردم رپ می‌نویسن، ما خارکوزه بیت نمیتونیم بگیم. من خب میخوام قافیه و ایناش بود خیلی جور در بیارم. چه کسی دیگه نمیذارم بگم. ای که پایت شکسته است بیا کاری بکن روزی خواهد رسید. این که کسکش کتاب داستان شد که باید قافیه قایسی بیت باید داشته باشه. ای که پایت یا که خواهد رفته بودی خار کسه رفته بودی یا نه؟ یا دیدی یه شعری گفتم حال کنیم. بذار من برم دیگه تصاف کنم. هوا داره سیل میاد خارکوزه. چون رفتی سه آقا باختی 4-3. قبول نیست 4-3. اصلا این ویدیو رو من قبول ندارم به هیچ عنوان. نه بچه‌ها دوستتون دارم. من میرم از همینجا ازتون خداحافظی میکنم. میخوای همینجوری ول کنی بری؟ آره ببرم. بچه‌ها من خداحافظی میکنم. از طرف من دوستتون دارم خیلی زیاد. کل اوترو رو بدون من بخندی باختی یا چطوری بچه‌ها؟ یک اکس هستم، خوش اومدی. یه ویدیو چالش سعی کن نخندی. بچه‌ها توی این ویدیو خبری از مجازات و ویدیوهای خنده‌دار ایرانی نیست، پس به من بدید نمره. توی این ویدیو قراره ریاکت کنیم به خنده‌دارترین و پربازدیدترین ویدیوهای خنده‌دار خارجی. ببینید که آیا واقعا این ویدیوها اینقدر خنده دارن که اینقدر ویو خوردن و معروفن. پس بدون معطلی let's see it. اگه بخندی اسکالی، پس نخند. Acerola e mel. Uma doçura. Wait a minute. Who are you? Your worst nightmare. چقدر خنده‌دار بود خدای من. به اینا میخندن خارجی ها؟ نه Shut up. ولی آره جاکسون نمیخنده. الان این ویدیوهای try not to laugh impossibleه، یعنی امکان نداره بتونی جلوی خودتو بگیری که نخندی. 10 میلیون ویو. بذاریم شاید جلوتر یه جایی ما منفجر شیم. آخه یه گوگلیه این. اونو نگاش کن، نکنه الان غذا رو میخوره. همشون دارن میان این تو. اینا خنده نیستا، من دارم به این Prank my dad. میخوام بابامو پرانک کنم. دوربین مخفی. اوه! این اصلا خنده‌دار نبود. ABC7, would you not eat my pants?
این چی؟ مسخره رو نگاه تو رو خدا. Yeah, boy. حرکت. Penguin. اینو نگاه خوابه. آخی گرخیده گربه. چی شد الان؟ واو چه سرعتی گرفت. پرواز نه 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 عجب خریه. اینو میخوام. خیلی خنده دار بود. خیلی من اونو Coming down the slide hot, simmer and go. Simmer braces for it. Shot. Save! Oh! این احمق رد شد. Hello? 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 Dance. برقص. اینو داره میرقصه. خاک تو سرت خنگت کنن. ای خدا. چه سگ باحالی بود. خیلی خر بود. وای وای موقع وقتی کوثر رو میبینه البته جرئت نداره این کارو بکنه. وای این خیلی باله. این مدت معروف بود این کانگوروه. اینو نگاش کن خدا چقدر ریزه. اون کانگوروه خیلی باله. وای این چه لاتیه با این سن. ژاپن اینجوری عطسه میکنه، اسپانیا اینجوری، مکزیک، روسیه. اوکی؟ آدم واقعی بود. همون از دست این روسا. چقدر کوچولو میشه این. عجب بچه خری. خواهد چی کار کنه؟ What؟ جانم
Frank, what are you doing? وای اینو نگاه. وای وای وای. ای خدا. باحال بود. اوه اینا خیلی خطرناکه. من رفتم تو آنتالیا، هم ولاگ کوسا. اوکی بچه‌ها، دمتون گرم، مرسی از اینکه تماشا کردید. یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک بکنید و نظراتتون رو بنویسید. کانال رو از اول اصلا همون کانال رو سابسکرایب بکنید، بعد لایک و کامنت. توی کامنت ها بنویسید که کدوم ویدیو از همه خنده‌دارتر بود و کجای ویدیو شما باختید. ولی من نباختم انصافا نباختم. باختم که خودمو گرفتم دیگه. نمیتونم اینجوری وایسم که هیچ عکس العملی نشون ندم. خلاصه من نباختم. و اگه پارت بعدی رو دوست دارید از این سایکون نخندیای بدون مجازات باحال استاندارد، چیزی که توی خارج از کامیونیتی ایران ساخته میشه، مارکو پلیر، جکسپتیکای و پیودیپای اینا، این مدلیه. اگه دوست داری بازم سایکون نخندی بذارم، حتما لایک ها و کامنت ها رو منفجر کنید. اکستارمی اینستاگرام من رو هم حتما فالو بکنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. خودتون باشید. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. Peace, yeah.